دوستای گرامی و عزیز من، حتما شما هم تجربه کردین داشتن خدا در حیات انسان معجزه میکنه. ایمان واقعا اعجاز آفرین است. کسی که مؤمنانه زندگی میکنه بسیار زندگیش متفاوت است از سایر انسان ها. تلخی ها، رنج ها، ناملایمت ها، تنگی ها، محدودیت ها بعضا برش تبدیل به فرصت ها میشه. در دل رنج ها گنج میبینه و پیام آسودگی را از دل دردها بیرون میکنه. با خدا زندگی بکنیم و طرف معامله خداوند عظیم و بزرگ بدانیم، زندگی ما خیلی شیرین و دلپذیر میشه. صبوری معنایش امیست دوستای گرامی و خوب و عزیز من. گر خدا داری ز غم آزاد شو، گر خدا داری ز غم آزاد شو، از خیال بیش و کم آزاد شو.